بچه از روز که این ترنج کوتاه رو زدیم من فقط اینو میپوشم، یعنی یا اینو یا اون بلنده. خیلی باحاله. خب اومدم بهتون بگم وقتی میان گالری اینجا یه دونه بالا بر هست، ما بالا هم یه دونه شوروم داریم که یه عالمه پارچه خفن هست. میشین بیاین روی این بالا بره به همین راحتی که من اومدم و بیاین بالا. شوروم بالا رو هم ببینین، امن، سیف، هیچ اتفاقی براتون نمیفته. با خیال راحت بیاین بالا ببینین. چند دفعه گذاشتم برای بچه‌ها که شیراز بودن، دوباره بهم گفتین که بذار میان اینجا این لامپ رو روشن میکنین، دم دستتونه و خیلی راحت. حالا الان اینجا چون بارای جدیدم اومده یه ذره شلوغه، میاین داخل کارا رو میبینین. من عاشق اینجا، میتونم اینجا بخوابم، میتونم اینجا زندگی کنم، انقدر خفنه. این یه طرفشه، اینجا هم پله میخوره میاد بالا، میشه یه طرف دیگهش. واسه که اگر شیرازین اومدین اصلا به هیچ عنوان این شوروم بالا رو از دست ندین، بیاین ببینین چون یه